سلام، خیلی خوش اومدیم به تمرین امروز. تمرین امروز کنترل پاس تست یا کنترل مکس تنفس هست که توسط دکتر بوتیکا برای بولت سکور یا بادی اکسیژن لول تست طراحی شده. قبل از تست بشینید و از طریق بینی چند تا نفس نرمال بکشید. این تست به ما نشون میده که ما برای چه مدت زمانی میتونیم نفسمون رو بعد از بازدم نگه داریم. هر زمان که میل به نفس کشیدن داشتید، دم رو از طریق بینی بگیرید و میتونید سکورتون رو روی تایمر بالای سمت راست چک کنید. برای شروع یه دم و بازدم عمیق زیبا انجام میدیم و نفس رو تا زمانی نگه میداریم که راحت هستیم. یادمون باشه که هیچ فشاری نباید به خودمون بیاریم. بریم تست رو شروع کنیم. 1 2 3 دم، بازدم، مکس. و حالا میتونیم استاپ کنیم. تعداد ثانیه‌های سپری شده در انتهای مکس نفس بولت سکورمون هست. کنترل مکس بین 10 تا 20 ثانیه بازه تنفس ضعیف، بین 20 تا 40 بازه تنفس متوسط، 40 تا 60 خوب و مطلوب و بالای 60 ثانیه بسیار عالی هستش. تمرینات برث ورک میتونه به افزایش بولت سکور و سلامت ذهن و بدن بسیار کمک کنه. مرسی که با من تو این ویدیو همراه بودید.